در اینترنت ویدیوی لحظه یک ماشین رنگش سیاه تمغه شورلت لسیتی رو با دو ماشین تمغه کیا ریو تعقیب کردن دو راننده توجیک در مکات شوروی گردوگرد شهر مسکو نشر شده است. لحظه تعقیب به بازی GTA خیلی شباهت دارد. بنا به اطلاع رسانه‌های مسکو در پشت فرمان شورله نیکیتا نام یک ساکن 29 ساله مسکو حرکت میکرد و در دو ماشین کیا ولی نظراللهیف 34 ساله و اسلام انورزاده 33 ساله از تاجیکستان. لحظه تعقیب نیکیتا را ویدیو رجیستراتور ماشینی که از پس آنها حرکت داشت ثبت کرده است. ظاهرا راننده شورله با یکی از ماشین‌های کیا برخورد است که راننده کیا ریوی رنگش سفید به وی چند بار اشاره میکند که بایستد، ولی راننده شورله شاید از ترس فرار میکند و راننده کیا و یک دوست دیگرش که او هم سواره کیا بود دو کسه به تعقیب نیکیتا سر میکنند. آنها او را به یک گوشه شوروی مکد تنگ میکنند و امر میدهند که بایستد، ولی نیکیتا ماشین کیا را خراشیده فرار میکند. او برابر دیدن ماشین پلیس پیش آنها ایستاده قضیه را نقل میکند و پلیس اسلام انورزاده و ولی نظراللهیف را دستگیر میکند. بنا به گزارش‌ها به ضد آنها 5 پروتکل مأموری ترتیب داده، همچنین با اتهام قصداً یا از احتیاط اوباشی خراب کردن مال و ملک غیر پرونده جنایتی گشودند. رسانه‌های مسکو نوشتند که یکی از این رانندگان یاور سابق دادستان نویه فردوسی شهر دوشنبه اسلام انورزاده است که سال گذشته با عیب او آوازخوان مشهور تاجیک بهرام غفورزاده در یک صدمه در مرکز دوشنبه به هلاکت رسید. ماه مارت سال 2021 دادستانی کل تاجیکستان به دلیل در خارج کشور در تبابت قرار دادن گمانبرشونده اساسی یعنی اسلام انورزاده تفتیش این پرونده را باز داشت. بسیاری ها بر اینند که پدر پرنفوذ یاور پروکورور رهبر کارخانه نساجی دوشنبه انور قربانوف پسرش را به خارجه فرستاده با این راه از جوابگری جنایتی خلاص کرده است، ولی هنوز روشن نیست که آیا اسلام انورزاده برای ماشین سیرکنک در مکد دستگیر شده همان اسلام انورزاده پسر انور تکستیل است یا نه. اسلام انورزاده یاور پروکورور سال 1991 به دنیا آمده 30 سال دارد، ولی اسلام انورزاده در مسکو دستگیر شده در گزارش‌ها 33 ساله گفته می شود. این بار اول نیست که نام زادگان تاجیکستان برای پایگاه ماشین در مسکو به سرخط خبرها می افتد. سال 2016 یک زاده تاجیکستان با نام عبدالوهاب مجیدوف همراه پسر نایب پرزیدنت شرکت نفت لوکویل رسلان شمسواروف بازداشت شده بود. آنها را به آن عیبدار میکردند که سواره ماشین مرسدس گلنواگن در خیابان لنین شهر مسکو با ماشین‌های پلیس پایگاه کرده جریان چگونه آنها را تعقیب کردن ماشین‌های پلیس را به طور مستقیم در اینترنت نشر کردند.